در اینترنت عکس و ویدیوهای را نشر کردند که استفاده شکنجه بیرحمانه نسبت به دست کم 2 نفر از 4 تاجیک متهم به حمله خونین شام 22 مارس سال 2024 در شهر کراسنogorsk روسیه را که دست کم 137 کشته و بیش از 180 زخمی به جا گذاشت نشان می‌دهند. تلگرام کانال با جنگجویان چویکا واگنر نزدیک گری زون عکس را نشر کرد که در آن لحظه از سوی افسران اسپتناز روسیه شکنجه شدن فریدون شمس‌الدین 25 ساله بعد بازداشتش در جنگلزار در ولایت برینسک ثبت شده است. در این عکس دیده می شود که بازجویان شیم جوان تاجیک را تا زانو پایان کرده به بدنش برق ماندند. گریزون در همین حال با تمسخر می نویسد که گویا یکی از مهاجران تروریست دستگیر شده از تاجیکستان از هیجان اسش رفت و از روی این به بدن وی ضریت کماندند و حتی با وجود آنکه او شهروند روسیه نیست، جنگاوران اسپتناز حقوق او را رعایت کرده تلفنش دادند تا که به ادوکات و سفارت زنگ بزند. در ادامه این کانال به لحن جدی خبر می‌دهد که در اصل این بازپرسی مقرری با کمک تلفن حربی است. وقتی دسته آن را تاب می‌تی در ناقلا نیروی برق با شدت تا 80 ولت پیدا می‌شود که آن را به نوبت خود به انگشتان، گوش‌ها و به اعضای تناسلی پیوست می‌کنند. این کانال در ادامه همچنین یک منبع خیلی آگاه از طرز شیوه‌های شکنجه‌دهی مشورت می‌دهد که همچنین برای تاثیر خوبتر می‌توانند به سر و روی اسیر آب بریزند. بعد این شکنجه ها فریدون شمس‌الدین بیانات داد که بر کدام آنها برای انجام این حمله 500,000 روبل وعده داده بودند و نصف این پول را الکی به کارت‌های بانکیشان گذراندند. 250,000 باقی مانده‌اش را باید بعد انجام حمله می‌گذرانیدند. اما او این کار گویا پول را نشان دادن نتوانست و گفت هنگام فرار با شتابانه از مسکو کارت و تجهیزات‌های دیگرشان را با خود گرفتن نتوانستند. شب 24 مارس سال 2024 در دادگاه نویه بسمانی شهر مسکو فریدون شمس‌الدین اتهام دست داشتن در حمله تروریستی را پاره به گردن گرفت. روز 23 مارس در اینترنت ویدیوی تکان دهنده نشر شد که چگونه نیروی اسپتناز روسیه در همان جنگل در کنار دهه ولایت برینسک شهروند دیگر تاجیکستان رجب علی زاده سید اکرم مرادعلی سال تولدش 1994 را دستگیر کرده گوشش را با یک شیوه بیرحمانه میبرند و نه فقط میبرند بلکه به دهانش میاندازند که بخورد. به بالای این تهدیدش میکنند که اگر گوشش را نخورد عضو تناسلش را بریده در دهانش میاندازند و مجبور میکنند که بخورد. شب 24 مارس رجب علی زاده را در حال به دادگاه آوردند که به جای گوش راستش یک پاره بزرگ دوکه آویزان بود. او هم در دادگاه گناه را به گردن گرفت. متهم دیگر دلیرجان میرزایف 32 ساله هنگام بازپرسی اولش و همچنین در دادگاه در چنان یک حالت بیخودی قرار داشت که طوری به نظر میرسد حتی احساس نمیکند که در کجاست و در اطراف او چی میگذرد. او نیز در چنین حالت اتهام تروریسم را پر به گردن گرفت. محمد صابر فیضوف 19 ساله را باشد به دادگاه در روی عروبچه طبی در حال آوردند که یک چشم او ضرب سخت خورده و به خیچکش کاتتر وصل کرده بودند. او نیز اتهام به ضدش اعلام شده را قبول کرد، ولی علامت‌های آشکار شکنجه در سر و رو و بدن متهمان و عکس و ویدیوهای نشر شده که بیانگر استفاده شکنجه بیرحمانه نسبت به آنها بسیاری ها را وادار می‌کند که فرضیه مقامات روسیه در مورد محض به دست همین زادگان تاجیکستان صورت گرفتن حمله و کشتار مردم در کراسنogorsk با نظر شبهه نگاه کنند. کاربران می‌نویسند که زیر چنین شکنجه هر نفر می‌تواند به آسانی قتل لنین را هم به کله بگیرد. در عموم در رابطه به حمله کراسنogorsk 11 نفر دستگیر شدند، ولی از این شمار تنها 4 نفری که تفتیشات آنها را اجرا کنندگان بی‌واسطه حمله می‌شمارد به دادگاه آورده شدند و نام و نسب و از تاجیکستان بودن آنها اعلام شده است. درباره سرنوشت 7 نفر باقی مانده همچنین درباره شخصیت آنها و از کدام کشور بودنشان هنوز معلوماتی در دست نیست. BBC با تکیه به منابع خود خبر داد که 2 نفر آنها کشته شدند. یکی هنوز در جریان حمله شام 22 مارس در کراکو سیتی